بون همه من پرانه رو من برکشن من دیگه پای پیشنهاد خفونه همین بچه رو بیاراشی بچه تلفن خاصیه بود مسئله انتقال اشکار بیان کنی همه باید اشکار بیان مسئله انتقال تلفن اینجا شما نگه که اینجا میتینگ نشوه حالا آدم ها همه جمع شده بیاین ای حشا ما از کریم فامدگی بازی در آوردن اپا چی گفتن؟ بازی در آوردن ما برای سپکویت کردن شما میگه 10 نفر میگه چی به ژورنالیست رو فریاد کرده در اینجا میگه داد فریاد کرده میگه سپکویت شرینی خیلی نکنین میگه این کار خوب نیست و برای چی برای همین خمر درون در آوردن من کمپری بیچاره من این ماشین کو ارزتون نشنیدن درون در آورده چی گفتن؟ خب وای خواست آرام کنن بریم کارن تمام از ناحیه شروبات دهه دشت جم من صاحب 4 فرزند هستم شوهر خودم را گم کردم 4 ماه بعد شوهر خودم را گم کردم ای فدراسیون روسیه به من زنگ زدن که همینجا شوهر شما محکم است من صاحب 4 فرزند هستم فرزندی من معیوب است من میرم به کار از کار میایم من به فرزندانم کمک کردن نمیتونم من میخواهم که شوهر من به تاجیکستان که روابط کنم ما را قبول میکنم ما در امضا در کار که امو وای چی امضای پروکرور در کار که مکتوب شوهری من گردد رود همین سمیو 3 بار با ما قبول نمیکنیم روز شنبه قبول نمیکنیم روز کاری روز شنبه اونجا دیگه جدولی واید که روز شنبه قبول کاری درها رو جناب عالی گفته که درها رو هوی مونه روز شنبه خلق شما چند شنبه شد میوید من هر ماه یه بار میبیم قبول میکنند یا نه میگن که رفته اما ایستی های باید اما طاقت میکنیم اما زیادتر با که نشد با میبیم امروز چی گفتن کی گفتی قبول نمیکنند امروز این برادر من گفتن که ولی صبر کنین ممکن قبول میکنن سمیو برامد گفتی قبول نمیکنن فهمو شما از کجا اومده دکه؟ از ناحیه یوان نو نسبت کبیرف نورخان زبیرویچ برای انتقال فرزندم ایرسی است کریوان ما چند 3 سال زندانجا دارم هیچ دیگه ارزمونم دست مونم چی میگن شما قبولشون در آمدید یکم بار یا نه؟ نه آخیره میبین نیستن قبول نمیکنم دیگهش قبول یه بار ارزش رفته اومدگی من دستی در دبا هفته میگن که دست نمیمونه وزیر دست نمیمونه که چونم موجه تفریکلوس بشه ما در اینجا که ببینیم میبینیم بون همه من پرانه رو من برکشن من دیگه پای پیشنهاد خفونه همین بچه رو بیاراشی بچه تا اونجا چه مشکل دارد گفتید؟ 4 گرم قطعی غلطیه برای چند سال؟ 10 سال ساعت 8 آمدیم تو ساعتی 10 من هم خمکره شاخ شده پاچه‌مو برام کرده خمکره یک قبول نمیکرد حاضر شدم حاضر همش برو اومدیم با فکر شما برای چی برو اومده؟ با فکر ما برای برو اومدیم که روی این پروکراتور نریزه که شهروندا را قبول نمیکنن یا نه شما اومده درون نگاه کنم مرا درون دراده یا بر درون نسیم درون قاعده و قانون پایمال قاعده و قانون دانسته پایمال بکنم روز من برآمده همسفر شدم جنجال میکنم نزدیکی و میگم نزدیک راهبر و نه و نزدیک کارگری پروکراتوری گنرالی و امروز شنبه و نمیاد کاربر اینجا متصدیان میاد نه بردارش شکایت مردم در اساس قانون در چارچوبه قانون حل فصل میکنن ریاست‌های داخلگار روبروی پروکراتور گنرالی قبول میکنن وابسته میکنن اما مردم میگن که از صبح میبینن و چند هفته شد از صبح میبینن چند هفته شد ولی قبول نمیکنه چرخان سالم زاده این خیال است که اینجا بیام ما نشان کنیم این همینجا ترتیب قبول شهروندان ببین ترتیب قبول شهروندان از طرف روبروی پروکراتور گنرالی همینجا نوشته که با قیگه شهروندان با قبول روبروی پروکراتور گنرالی در روز شنبه از ساعت 7 تا 9 تو از 7 تا 9 ما نمایش میکنیم در آورده قبول میکنن نه که بعد ساعت اینا بسیاری حاضر میشن میخوان که با قبول پذیرفته شون او اینو میگن از ساعت 8 همینجا هم اوکی میگن نه که در اصل این نیست در اصل تو ساعت اینو کسی که هست نمایش میکنیم اگر شما اون استابتون وظیفتون همینجا
رئیس تشکیل کار قبول شهروندان نامناسب تو ای تابستان در روز ساعت 7 میویم 6 میویم همینجا هیچ کاری اونا میکرد قبول اونا میکرد ما جبر دیده کدوم مسئله همجا ولا چی مسئله هم چی مسئله گپ زنی روز قبول اساتی هم تازه قبول نمیکنه اخراج کرده درمونه پیش کریم دروی کی کریم توجی نمیگن وقتی نیست هوای باش میدونیم چی میدونیم کریم توجی میگه نیست همو دستا دجی تو زنگاری کی میشه مرادی باشد در رویتون کنیم هم پیش از مسئله پریواد کی همه کی پریواد کی پریواد کی مسئله گابزنه کدوم هیچ گام نیست همون دام شویا کنه مسئله پریواد با کیا پریواد خاصیه بو مسئله انتقال مسئله انتقال پریواد شما نگید که اینجا میتینگ نشوه حالا آدم ها همه جبرگاه جمع شده بیاین ای حسن میتینگ نکنه اون از کریم فامدگی شو جنجال کسته از ساعت 8 آمدیم نمیمونم من در روی شما قبول با نیست نکنه قبول با نیست روز شنبه روز قبول همه اینجا چه خیلی قبول نیست گفتن که کریم تاجدین نزدش با مسجد من بعد چی؟ چون شما جنجال میکنید از ساعت 8 آمده نیستیم چه جنجال نکنیم اگر باشه قبول میکنم من اینجا کریم تاجدین از دو تا در اومدم پیش همه جا زنگ زدم در اومدن ما یک گروه جبرگاه در نزدیک امپراتورا جمع شدیم هیچ که موی به نظر نگرفت هیچ که نمیدروره در قبول روز بازی در آوردن اپا چی گفتن؟ بازی در آوردن ما را برای سپکایت کردن شما میگه 10 نفر میگه چی به ژورنالیست رو فریاد کرده در اینجا میگه داد فریاد کردین میگه سپکایت شرینی خیلی نکردین میگه این کار خوب نیست و برای چی برای همین کمون در آوردن من کمپری بیچاره من این ماشین عرضتو نشنیدن در آورده چی گفتن؟ خب وای خواستن آرام کنن برین کنن تمام ما آرام شدیم داد فریاد نکنین چی به اینجا داد فریاد میکنین موبایلی رفتی که آدم دیگه تمام